قطعا ایکس باکس گیم پس بهشت کل گیمرهای ایکس باکسه و همه ایکس باکس گیم پس رو خیلی دوست دارن. اما توی این ویدیو قراره که بریم بهتون 10 تا از بهترین بازی‌های گیم پس که ارزش نصب کردن دارن رو ببینیم. پس اگر پارت 2 این ویدیو رو به زودی میخواید حتما لایک کامنت ساب و اینا یادتون نره. اگر این ویدیو به 5 لایک برسه پارت بعدی بهترین بازی ایکس باکس گیم پس رو میذارم. بریم که این ویدیو رو شروع کنیم. قطعا بهشت گیمرهای ایکس باکس همونجوری که گفتم ایکس باکس گیم پس و گیم پس بیش از 200 تا بازی فوق العاده، البته هزاران، ولی من 200 تا بازی خوب دارم میگم که داخل خود سرویس ایکس باکس گیم پس هست که فوق العاده است این ایکس باکس گیم پس و قطعا کلی طرفدار داره. خب امروز بازیایی که من امروز میخوام بهتون معرفی کنم به دو دسته بچه‌ها تقسیم میشن. همونجوری که میدونید ایکس باکس بازی انحصاری خیلی خفنه مثل گرز آف وار، هیلو، فورزا هورایزون و کلی چیز خفن دیگه داره که همه ایکس باکس‌ها عاشقشن که همشون تو گیم پس هست. پس یه بخشی از بازی‌های امروزی که میخوایم معرفی کنیم اینا و بخش مهمتر بازیایی که خیلی که قبلا به گرونی میشد بخرید ولی الان توی گیم پس هستن و ما اومدیم 5 تا از اون، یعنی 5 تا که نه 7 تا بازی غیر مرتبط به انحصاری بهتون معرفی کنیم و 3 تا بازی انحصاری. خب از بازی غیر انحصاری شروع می‌کنیم. همونجوری که می‌دونید ایکس باکس گیم پس قوقا کرد و کال اف دیوتی مدرن وارفیر 3 که اگر شما بخواید توی پلتفرم‌های دیگه بخرید باید $60 پولش رو بدید، ولی شما توی ایکس باکس گیم پس ایکس باکس میتونید رایگان اون بازی رو بازی کنید و میتونید از کال اف دیوتی مدرن وارفیر 3 بهره مند بشید. قطعا کال اف دیوتی مدرن وارفیر 3 طرفدارای خودش رو داره و سری عناوین کال اف دیوتی که کلی طرفدار داره. میریم سراغ بازی بعدی که من خیلی خودم جذب شدم و اگر شما به بازی نسبتاً ترسناک و زامبی محور و این چیزا که پلی دادنش کار هر کسی نیستش علاقه دارید، بازی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم بک فور بلاده. بک فور بلاد ساخت شرکت وارنر برو سال 2021 انتشار شد و پابلیش شد توی بازار گیم. سبک بازی شوتر اول شخص و بازی اصلا زامبی محور و تقریبا ترسناک که اگر به این نوع بازی‌ها علاقه دارید حتما از دستش ندید. این گیمو خیلی خفنه. بریم سراغ گیم بعدی. خب گیم بعدی که یه گیم نیست و میشه سری بازی‌های بتلفیلد که خودم کلی از این بازی‌ها رو تمامش کردم. یعنی این بتلفیلدها رو من کلیش رو بازی کردم، مثل بتلفیلد 1، بتلفیلد 2042، بتلفیلد 3، بتلفیلد 2. من کلا همه سری‌های بتلفیلد رو بازی کردم و حتی بتلفیلد وی به همه‌شو من خودم به شخص تموم کردم. خیلی من بتلفیلد دوست دارم و یکی از بازیایی که بهتون پیشنهاد می‌کنم اگر ایکس باکس گیم پس دارید حتما تجربهش کنید این بازی‌ها رو. سری بازیای بتلفیلد که این بازی‌ها بچه‌ها میگم واقعا فوق‌العاده است این بازی‌ها و شما میتونید فکر کنم یه 7-8 تا بتلفیلد رو نصب کنید که اولین بتلفیلد 1 که بذارید ببینم برای سال این بتلفیلد میشه بتلفیلد 1 و آخرین سری بتلفیلدی که اصلا تا الان منتشر شده و دیگه خوشبختانه تو ایکس باکس گیم پس موجوده میشه بتلفیلد 2042. میتونید بازی رو به راحتی بازیش کنید. بازی چهارم که میخوام بهتون معرفی کنم یه بازی که خودم تمامش کردم و عاشق بازیشم. درسته برای سال 2015 از سری سازنده و ناشرشم وارنر بروز، همون سازنده بک فور بلاده که فوق العاده بود بازی بک فور بلاد، و استودیو راکت سیتی و این استودیو این بازی خفن رو داده که اسم بازی چیزی نیست جز بتمن آرکام نایت. نمیدونم آرکام نایت هر کسی یه جوری میگه، ولی این بازی یکی از بازی‌های فوق‌العاده خفنیه که همه مردم توی دنیا عاشقشن. این بازی یه بازیه که وقتی که اومد سال 2015 به شدت ترکون و یکی بیشترین پلیرهای بازی رو توی سال 2015 کسب کرد. اگر به اینجور بازی‌های اول قهرمانی و اینا علاقه دارید من بهتون بتمن آرکام نایتی که خودم به شخص بازیش کردم و پیشنهاد میکنم. و از سری بازی‌های بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم چیزی نیستن جز بازی هیتمن. که بازی پرطرفداری که یه مأمور مخفی که کچلم هستش داخل یه سری مأموریت‌های مخفی و اینا خلاصه من چیزایی جذب کنم. من خودم بتمن اشتباهی دارم میگم هیتمن 3 رو به خودم من به شخصه تموم کردم، ولی چند سری هیتمن داخل گیم ایکس باکس گیم پس هستش و حتما بهتون پیشنهاد میدم که حداقل یکی از سری‌های هیتمن هم که شده پلی بدید ببینید چه شاهکاریه. و ششمین سری بازی که میخوام بهتون معرفی کنم چیزی نیست جز مجموعه نید فور اسپید. میدونم همه ایکس باکس میگن فورزا هورایزون تا هست، ما چرا باید به نید فور اسپید بازی کنیم؟ خب فورزا هورایزون، نید فور اسپید، فورزا موتور اسپورت و
همه اینا جزو دسته‌بندی بازی ریسینگی هستن که میون مردم خیلی پرطرفدارن و همه این بازی‌ها رو دوست دارن. حالا من گفتم بهتون معرفی کنم، شاید یکی سلیقش فورزا رو بخواد، خودم فورزا بازم، ولی شاید یکی فورزا رو دلش بخواد، یکی نیت فور اسپید. پس مجموعه سری نیت فور اسپید رو اصلا از دست ندید، چون که توی سبک ریسینگ جزو 3 تا بازی تاپ ریسینگ دنیا. آخرین سری بازی که من قرار بهتون بگم جزو اونایی که انحصار نیستن، یعنی 7مین بازی، چیزی نیست جز مورتال کامبت 11. اگه به بازی 2 نفره علاقه دارید، حالا چه 1 نفره، ولی برای 2 نفره بهتره، ولی 1 نفرش هم هست، کلی مرحله خفن داره. من خودم 1 نفرش رو تموم کردم مورتال کامبت 11 رو، ولی 2 نفرم میتونید بازی کنید. بازی مورتال کامبت یکی از اون بازیایی که میتونید اصلا ازش لذت تمام ببرید، از نظر گرافیکی، از نظر اکت های خود پلیرای، یعنی چیزایی که داخل، شخصیتی که داخل بازی هستن، از همه اینا میگم آقا فوق العاده است. حتما از مورتال کامبت 11 لذت ببرید. و حالا میرسیم به 3 تا بازی انحصاری ایکس باکس که فقط مخصوص خود انحصاری ایکس باکس و قراره بهتون امروز معرفی کنم. خب سری بازی‌های اول میشه گفت گیرز آف وار. گیرز آف وار جزو سری از بازیایی که فوق العاده است. من خودم گیرز آف وار 3 رو تو ایکس باکس 360 تموم کردم و این بازی بچه‌ها به قشنگ فوق العاده بود. الان آخرین سریش هم گیرز آف وار 5. اصلا نمیدونم، یادم نیست تو ایکس باکس 1 من تموم کردم گیرز آف وار 3 رو یا ایکس باکس 360 یادم نیست حقیقتا. خب داشتم میگفتم گیرز آف وار یکی از سری‌های انحصاری موفق ایکس باکسی که طرفداری خودش هم داره. گرافیک، شخصیت، داستان، همه ایناش میتونم بگم گاده. و یکی از سری‌های دیگه ایکس باکس که خیلی ترکوند و میشه گفت تاپ ترین انحصاری ایکس باکس البته از نظر بعضیا میشه گفت چیزی نیست به نام هیلو. بازی هیلو کلی سری خفن و مختلف داره که به شما این دسترسی میده که داخلش هم آنلاین بازی کنید و هم آفلاین. و ما الان چند تا هیلو داریم، هیلو 2، هیلو کالکشن، یه سری همه هیلو جمع شده، هیلو اینفینیت و کلی هیلو خفن دیگه که دیوونه‌تون میکنه. من خودم هیلو اینفینیت تو داخل ایکس باکس سریز اس تموم کردم. و میرسیم به آخرین بازی انحصاری ایکس باکس، یعنی فورزا هورایزون که 5 تا سری تا الان اومده، آخرش هم فورزا هورایزون 5 کامل ترین بازی ریسینگ از نظر من. از دستش ندید بچه‌ها، خیلی بازی فورزا هورایزون خفنه. میتونید فورزا موتورسپورت هم بازی کنید، حالا بستگی داره که کدوم شما خوشتون بیاد. بچه‌ها من میدونم شاید الان شما بگید که آقا خیلی بازی خفن‌تر یا حالا نه، یا مثلا خیلی بازی خفن دیگه بود که تو معرفی نکردی. بچه‌ها همونجوری که میدونید این ویدیو تازه پارت 1 معرفی بازی گیم پس است. پس اگر پارت 2 رو به زودی میخوای، اگر گفتم که این ویدیو 5 لایک بگیره، میریم سراغ پارت 2 بهترین بازی گیم پس. پس تا ویدیوی بعدی، تا معرفی بعدی، اگر به ایکس باکس چیز علاقه داری، حتما چنل منو ساب کن. مخلص شما، خدا نگهدار.